به ما یاد دادن که حضور و بودنمون رو سالونه جشن بگیریم و در یک تاریخ خاص و یک روز خاصی اون روز رو جشن بگیریم و تولدمون رو و بودنمون رو جشن بگیریم. اما چرا بقیه سال خودمون رو فراموش میکنیم و این بودن رو جشن نمیگیریم؟ اینها برنامه‌ریزی های اشتباهی هستند که از قبل وارد ذهن ناخودآگاه و ضمیر ناخودآگاه ما کردن و از آنجایی که ما انسان هستیم و قدرت درک و آگاهی و شعور داریم و قدرت تغییر داریم، بیاین این بودن رو روزانه، ساعتی یا دقیقه‌ای جشن بگیریم. بیاین این بودن رو لحظه‌ای جشن بگیریم. بیاین این بودن رو لحظه‌ای به خودمون تبریک بگیم و از خداوند شاکر باشیم که در این لحظه زنده ایم، در این لحظه هستیم و میتوانیم زندگی کنیم. همون گونه که در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم یه عده دیگه نیستن، یه عده واقعا دیگه نیستن که این بودن رو جشن میگیرن و این کالبدشون رو ترک میکنن و میرن در جهانهای دیگر. ولی ما الان هستیم، پس چرا بذاریمش برای روز تولد یا ساعت خاص یا سال خاصی؟ همین بودن رو، همین لحظه رو جشن بگیریم و اون رو عاشقانه زندگی کنیم و از بودن خودمون لذت ببریم، از بودن خودمون شاد باشیم و منتظر ساعت یا لحظه خاصی نباشیم برای جشن گرفتن بودنمون.